به عنوان یکی از 3 ابرقدرت جهان، روسیه منابع قابل توجهی را به تسلیحات نظامی خود اختصاص می‌دهد، فقط برای اینکه قدرت خود را حفظ و به دیگران نمایش دهد. آنها اغلب در خط مقدم طراحی تسلیحات و وسایل نقلیه جدید قرار دارند و برایشان اهمیتی ندارد که درگیری در کجا رخ می‌دهد، چرا که آنها ابزارهای کافی برای برپایی یک کمپین موثر از جدیدترین فناوری‌های موشکی تا زیردریایی‌های رادارگریز و سیستم‌های جنگ الکترونیک را دارند. در این ویدیو همراه ما باشید تا شما رو با مرگبارترین تسلیحات نظامی روسیه آشنا کنیم. میگ 35. هر نیروی هوایی به یک جت جنگنده چند منظوره نیاز داره که جدیدترین اون برای وارد شدن به خدمت در ارتش روسیه میگ 35 یک جنگنده نسل 4. این جت اولین بار در سال 2019 پرواز خود را در مأموریت‌ها آغاز کرد. از ارتقاهای قابل توجه این جنگنده نسبت به نمونه‌های قبلی میتوان به سیستم‌های هوایی خودکار، تسلیحات با قابلیت هدفگیری دقیق هدایت شونده و سیستم مکانیاب نوری که باعث میشه دستیابی به هدف بسیار سریعتر و دقیقتر بشه اشاره کرد. بسته به نوع جت، خدمه اون میتونن 1 یا 2 نفر باشن. این هواپیما حدود 17 متر طول داره، طول بال اون 12 متره و توسط 2 موتور توربوفن کار میکنه که حداکثر سرعت 2100 کیلومتر در ساعت با برد جنگی 1000 کیلومتر رو داراست. این جت با خود یک توپ خودکار 30 میلیمتری با 100 گلوله و 9 آویزگاه خارجی تسلیحات با قابلیت نگهداری تقریباً 7 تن مهمات مانند موشک‌های هوا به هوا، موشک‌های ضد کشتی و بمب‌های هدایت شونده رو داراست. همچنین مجهز به یک رادار اسکن شده الکترونیکی غیرفعال و یک رادار اسکن شده الکترونیکی فعال و سیستم‌های مختلف هوایی دیگه است. تانک جنگی T-90. هیچ میدان جنگی بدون حضور تانک‌های زرهی سنگین کامل نمیشه. اصلی ترین تانک جنگی ارتش روسیه که برای اولین بار در سال 1993 وارد عملیات شد T-90. از آن زمان تا کنون 90,000 T-90 ساخته شده، اما چندین به روزرسانی هم پشت سر هم انجام شده که آخرین مورد اون T-90 MS که ساخت اون در سال 2017 آغاز شد. این تانک 9 متر طول، 3.7 متر عرض داره. 3 خدمه در اون کار میکنن و سلاح اصلی اون یک تفنگ بیخان 125 میلیمتری با 43 گلوله، یک مسلسل سنگین 12.7 میلیمتری و یک مسلسل 7.62 میلیمتریه. تمام بدنه تانک با زره ترکیبی واکنشی کامپوزیت فولادی پوشونده شده و توسط یک موتور 12 سیلندر دیزلی کار میکنه که میتونه حدود 1500 اسب بخار قدرت تولید کنه تا حداکثر سرعت تانک رو به 60 کیلومتر در ساعت و برد 55 کیلومتر برسونه. علاوه بر زره کامپوزیت، این تانک 2 سطح دفاع دیگه شامل زره واکنشی منفجره و یک مجموعه ذخیره‌سازی متقابل الکترونیکی داره. همچنین دارای تجهیزات حفاظتی بیولوژیکی، شیمیایی، هسته‌ای، مینروب و سیستم‌های تشخیص و سرکوب آتش خودکاره. این تانک بدون شک یکی از پیشرفته‌ترین تانک‌های روی زمینه. مورد بعدی لیست ما یکی از معدود کشتی‌هایی که با بالشتک‌های هوا ساخته شده. قبل از اینکه به این هاورکرافت غول‌پیکر بپردازیم، ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید. World Class Guided Missile Hovercraft. این هاورکرافت یکی از معدود کشتی‌هایی که با بالشتک هوا ساخته شده تا به تنهایی در دریا بدون بازگشت به خشکی کار کنه. همچنین یکی از بزرگترین کشتی‌های دریایی نظامیه و در حال حاضر 2 فروند از اون در حال خدمت هستند که 66 متر طول و 17 متر عرض دارند. اونها دارای 4 ژنراتور 200 کیلوواتی دیزلی، موتورهای توربین گازی 2 قلو، موتورهای دیزلی 2 قلو با دنده کاهشی و موتورهای دیزلی کمکی برای نیرو دادن به پروانه‌های 3 تیغه و شناور کردن کشتی هستند. این کشتی حداکثر سرعت 102 کیلومتر در ساعت با برد 4600 کیلومتر رو ارائه میده و به خدمه حداقل 35 نفری نیاز داره. اما در صورت ورود به جنگ تعداد خدمه باید به 68 نفر افزایش پیدا کنه. این شناور میتونه هر بار تا 10 روز در دریا بمونه و در شرایطی که امواج تا 4 متر ارتفاع دارن به فعالیت خود ادامه بده. این هاورکرافت پیشرفته‌ترین سیستم‌های نقشه‌برداری و تشخیص الکترونیکی
به همراه دو پرتابگر PK-10 و PK-60 برای دفاع از خود داره. همچنین دارای ذراتخانه عظیمی از تسلیحات تهاجمیه که شامل دو پرتابگر چهارگانه، سامانه موشکی زمین به هوای MA، یک توپ 76 میلیمتری خودکار، دو توپ گاتلین 30 میلیمتری، 16 موشک زمین به هوای قابل حمل بر روی شانه، دو پایه مسلسل دریایی 14.5 میلیمتری و یک نارنجک انداز ضد خرابکاریه که البته تسلیحات زیادی هست. لیست ما هنوز تموم نشده. پیشنهاد میکنم تا پایان ویدیو همراه من باشید تا با ویرانگرترین سلاح عصر جدید که توسط روسیه ساخته شده آشنا بشید. زیردریایی رادارگریز نووروسیسک. از زمان جنگ جهانی دوم نیروهای دریایی در جهان در حال توسعه زیردریایی‌های قدرتمندی هستند که بتونن زیر امواج پنهان بشن، اما بدون توجه به طراحی همه اونها با یک مشکل بزرگ روبرو هستن و اون اینه که صدا در زیر آب به خوبی جابجا میشه. این به اون معنیه که زیردریایی‌ها در حین عملیات به راحتی قابل شناسایی هستند. بنابراین مجبور میشن اکثر سیستم‌های خود رو خاموش کنن تا از دشمن فرار کنن. توسعه‌دهندگان روسی چیزی برای غلبه بر اون طراحی کردن که به عنوان زیردریایی نووروسیسک شناخته میشه. اولین زیردریایی رادارگریز نیروی دریایی روسیه که توسط تجهیزات مدرن ضد زیردریایی قابل شناسایی نیست. با 52 خدمه و سرعت تا 37 کیلومتر در ساعت، توانایی ماندن در زیر دریا تا 45 روز و توانایی غواصی تا عمق 35 متری، شاید تعجبی نداشته باشه که مقامات روسی اطلاعات بسیار کمی در مورد اون منتشر کردند. اما منبعی آگاه ادعا کرده که این زیردریایی‌ها به موشک‌های کروز کالیبر و لوله‌های اژدر 533 میلیمتری به همراه جدیدترین ارتباطات ردیاب آوایی و مجموعه رادارهایی مجهز شدند، اما نحوه نامرئی موندن اونها در حال حاضر یک راز کاملا محافظت شده است. و اما مورد آخر لیست ما و ویرانگرترین سلاح روسیه، موشک بالستیک قاره‌پیمای RS-24. این موشک بالستیک قاره‌پیما اولین بار در سال 2007 آزمایش و موجب تقویت جایگاه روسیه در جهان به عنوان یک قدرت هسته‌ای شد. این موشک به سادگی تبدیل به یک سلاح ویرانگر باور نکردنی در عصر جدید شده. با طول 23 متر و قطر 2.1 متر میتونه 4 وسیله با قابلیت هدفگیری مستقل رو در خود جا بده که هر کدوم از اونها کلاهک‌های گرم و هسته‌ای تا 500 کیلوتن رو برای حداکثر بازدهی ممکن حمل می‌کنن. این بدان معناست که هر RS-24 بازدهی ترکیبی تا 2 مگاتن پس از پرتاب رو داره. همچنین میتونه تا 24500 کیلومتر در ساعت شتاب بگیره. برد عملیاتی اون 120,000 کیلومتر و دقت اون کمتر از 150 متره. برای موثرتر کردن اون میشه اونها را از یک سیلو یا از یک پرتابگر متحرک پرتاب کرد. این بدین معنیه که در تئوری میتونن در هر نقطه در داخل مرزهای روسیه مستقر بشن. تصور میشه که در حال حاضر حدود 200 پرتابگر در سراسر کشور مستقر شدن و مقامات نظامی ادعا میکنن که این تعداد سالانه حدود 20 دستگاه در حال افزایشه. شما درباره توان نظامی روسیه چی فکر میکنید؟ آیا واژه ابرقدرت برازنده این کشوره؟ خوشحال میشم که نظرات خودتون رو در این مورد در قسمت کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.